السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، همین مادری که صورتش را میبینین، همین مادر طول 1.5 سال شد که غیب زدگی است. 5 دختر یعنی مادری خود را میکوبند. از ما یعنی خواهش طلب کردن، از همتون خواهش این ویدیو رو با دیگران برسانین. شاید که یگان کسی این مادر دیده باشه در یگان جایی که بدانه از حال احوال این مادر خبردار باشه. یعنی صورتی پاسپورتش مانده نمیتوانیم. سال تولد 1973 نام نسبش میگذاریم برای اینکه ویدیو یعنی یوتیوب زبلاکیر میکنه ویدیوها را و همین یوتیوب کانال سببی که کسی پاسپورتش میمونه مثل اوگراز میشه. اما از همتون خواهش فقط به خاطر الله تا اینکه همین مادر را پیدا بکنن، همین ویدیو را پدیلیت سکنین به دیگران تا اینکه پیدا کنن همین مادر را. الله سبحانه و تعالی از هر یک قدم شما رضا باشه. ان شاء الله که در هر کاری خیر دلالتی کنین در نامه اعمال شما اجر ثواب نوشته میشه، چون که شخص او را انجام داده. الله محافظه هر یک قدم ما و شما باشه. خداوند طاعت های عبادت های هر یک قدم ما و شما را قبول کنه. ان شاء الله رقم های تاجیکیشون موندگیان کدام دیگه که یافتن و خبردار شدن که این مادر شاید که این ویدیو رو ببینه. بعضی حالات میشه سبب بیماری نمیتونه یگان کسی یعنی با همراه یعنی فرزندهاشون صحبت کنن. بعضی حالات میشه سبب بیماری یعنی روحانی، یعنی سحر و جادو و جن شیاطین، یعنی به همین کارها دست میزنن. یعنی از همه یعنی از خیالشون یادشون خیالشون فراموش میشه. با اون خاطر شاید یکون بیماری باشه یا یکون جو غیب شده باشه. فقط به خاطر الله دستگیری کنین، پدیلیت سکنین تا اینکه این مادری مهربان پیدا بکنن. خداوند نگهبانتون باشه. السلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برگباردار عزیز، سوزی تنجه سلامتتون خوبه؟ قریب اومد یا که همتا خطون دا ابرشت کنم همی یک زنک ای توجیکستان ما دا زنگ زد، یک شناسمده راسیگه به طرف قرغان. اوچاش 1.5 سال شد گم شده ای فوریه 21 یا که فوریه 21 سال در از ادرسش همین اسم روانتون میکنم. التماس کرد که یاردم کنی اگر که چی باشه برادر عزیز. انا خطونمتون یا که قاری را میگین خطون یکون قچونگا میزنین. انا یک مقصد ابیالین دایم پرفتیمش رو کچی میشه. اگر که راضی باشه انا پرتون صورتوشه ادرسوشه